حالتون همیشه خوب باشه. ما رو میبینید با یه ولاگ دیگه. داریم حرکت میکنیم سمت تهران، میخوایم بریم یه سری وسیله برای رستوران بگیریم. حالا ساعت چنده؟ 6 و 7 صبح زود چشام نمیبینه چون 7:15. الان داریم میریم سمت تهران. بازار کجا میخوایم بریم؟ شوش وسیله بخریم. با ما همراه باشید، این ولاگ از دست ندید. چه بدی داره. از سلام و احترام دارم خدمت یکی عزیزان دیگه هست رو سر کشور دارم. میتونید رزرو کنید و امیدوارم که ایام به کام شما باشه. واقعا نمیگیرم خوشگله، نمیگیرم خوشگله، خوشگله جان و دله، سر به تا پا گل چون سر چون اصلا به جا خوشگله. دوستان عزیز، ما بدون صبونه حرکت نمی کنیم سمت تهران. به هواپیمای خودم سر بزنم. اینجا بالا پارکش کردم. اون بالا چرا پارک کردی آخه؟ بچه من دارم میرم. خداحافظ. بچه چرا همه هواپیما زنگ زده است؟ دیگه هوا قدیمیه دیگه. بریم. نه من بته تو هم بچه‌ها جون صبحونمون رو خوردیم، حرکت کردیم. از اونجایی که من از آفتاب متنفرم دارم ضد آفتابمو میزنم، خودمو آماده میکنم. بچه‌ها جون آفتاب متنفره. زایم باشه مثل اون چیز هست اون بچه تو چشش. تو نمیخوای؟ بچه‌ها رفتیم جهانگیری صبحونه خوردیم، مثل همیشه عالی بود. من سال 7 بار اینجا میام. دروغ میگم مثلا من سال 7 بار سواری هوانش من خواب نمیگیرم. خدا نکنه یه جا رو معرفی کنه. معیار بیچاره یه جا رو گفته بود
ما دیگه پرتغال سر صبح پرتغال نخوره. ولی خدایی تو همیشه سر صبح یا آب میوه میخوری تو خونه یا بیرون. آدم های لاکچری کنن همینجوریه. خدا رو شکر همون نفر با لول کردن آوردمش شهر ما. تو میزنه ما بریم به سمت تهران. این سریش داریم خیلی آهسته میریم. خیلی با حوصله. الان میخواستی بچه ها با ما دوتا ماشینی میرفتیم این گاز رو میگرفت اونا بیچاره عقب میافتادن. قرار بود ساعت 3 حرکت کنم بریم به سمت تهران. بعد دیگه خوابیدیم. ساعت 6 خوابیدیم. بعد ساعت 6 حرکت کردیم. من بخیدم همون میکنم. چه خبر ما بینم؟ خدا نمیم چه بدم میاد آفتاب به پوستم میخوره. بریم. آفتاب ویتامین ای داره. ویتامین بی سی و دی داره. من از اون آسمون یابی میخوام. من از اون شبای مهتابی میخوام. استاد چه صداتون گرفته به خاطر آب پرتقال نیستی؟ من سیم بکنم. خب من میخوام یه دست گل به آب بدم. همیشه به آب میدی خواه آرزوهامو به یک سراب بدم. حالا با صدای خودم. سیبی از شاخه حسرت بچینم بندازم آسمونو تاب بدم. بچه ها توربین های بادی رو میبینید که از سر تا سر مسیر استفاده شدن و برای ما برق تولید میکنن. بعد ما برق نداریم. برق قد میشه روزی 2 ساعت. توربین ها برعکس میشه. خوب کار نمیکنن دیگه. گوشام گرفت. اینجا میتونیم هم از نیروی خورشید استفاده کنیم هم از باد. یعنی اگه اینجا ما بتونیم پنل های خورشیدی را بندازیم واقعا نور خوبی میگیره. بس روشن که سرزمین آفتابه. خسته نباشید آقای راننده. 1 ساعت دیگه برسیم. خود مگه اسکالی دیرانیم. ترافیک شدید و به شدت هوا گرم. بچه از بیکاری دیگه داریم میوه میخوریم. دیگه در گفتیم یه کار مفید انجام بدیم. جاتون خالی. آلوچه و زردآلو. یه دونه موزم داریم. این یعنی شانس بچه ها. بچه ها اومدیم تهرون. اینجا باید لهجه‌تون رو درست کنید. مثلا بعد بگین تهران میشه تهرون، خاک میشه خوک. یادتون باشه. فاش ماش زدی فقط برادر. من نگاه کن یه جا پارک کن بریم دیگه. خیلی خرید داریم. چه حسی داری؟ چه حسی داری من اینجا آوردی؟ گرسه کومه چوچه نیه. دقیقه نمونه بچه ها اومدید دهن شیر. خیلی مسخره. والا بریم تازه اومدیم که بچه یه گلو بگیریم.
نه چرخیدیم پیرکن. والله بخیر بابا. با این از این خیابون داره میره یه دونه چیز اینجا هستش بل نمیکنه. اینجا فورست دیگه نوازه بکنه. دیگه به قول مهندس قسمت. چون سوردی از اینا دوست ندارم وگرنه کلی پول اینا بود. چه گلایی مصنوعی همه. چه خوشگله مشتبه. ببینیم گلو با. خیلی قشنگه. چه گلی که واسه ما شمدونی. بد معامله. چرا؟ حالا اگه شمدونی هم بود آویزون بود دیگه مشتبه. ما میدیدیم. ولی این نگاه کن از این گلا هم میتونی بزنی اینجا آویزونه. نگاه کن اینجا. این بالا بزنه؟ آره دیگه. شمدونی این مشتبه داخل. خدایی بچه ها اینا رو نگاه کنین چقدر قشنگه. خیلی خوشم اومد. برای خونه‌هایی که نور نداره گلاشون همش خراب میشه اینا خیلی خوبه که بگیرم بزنم تو خونه. این پرنده بهشتی چقدر بزرگه. آویز شمدونی دونه 500,000 تومان. همینقدر در رستوران هزینه میکنی ولی آویزش قشنگه. حالا باید درستش کنیم ببینیم اون باکساش چه شکلی میشن. بیا فاکتور بگیر روزی 2 بار ناشتا تا میخوری. سلام. راحت سلام. آقای روغنی همه رو پیدا کرده یاد گرفته. بچه جان فاکتور بعدی رو بیار عزیزم. چه حسی داری؟ یک سری میایست فیلم میگی. حالا باید بریم برای من خرید کنیم. نه باید ناراحت نباش. 15 تومن شدیم. خب 9 200 شدیم یکی 10 تومن 25 تومن 24 و 800. ولی رستورانمون قشنگ میشه. ارزششو داره. معیار مرادی. خودم زنگ میزنه مردم. الو. بچه‌ها اینو نگاه کنید چه گوگلیه. یعنی اینقدر با معیار بلند حرف می‌زنه تمام پاساش فهمیدن خدایا. داره قیمت ها هم بهش میگه چند گرفته.
چون من موقعی که شما گفتی من خدایی خیلی باحالا. چیزی که سفارش میدی چیزی که تحویل میگیری. حالا باید بریم دونه دونه بازش کنیم، گلاش رو درست کنیم. 5 برقه میره یا علی آموزه نمیگه آهای آهای گل داره یه کلاسیک یه کیسه گل باغ دلمه اون یکی نیاورد بیسارا مشتبه گل فرو همه رو الان میخوای باز کنی خوشگله بشمارشون به جای این کارا بچه ببین چی کار بی خودی کنه بشمارشون نه تابلو ای بده چرا؟ پول دادی اونم داده باشی نیمه یه بشمار یه مغازی مرد است بشمار میشه تابلو نیست بشمار واقعا بشمار میگن بشمار یه دسته گل از آسمان داره ما گلا رو تحویل گرفتیم میخوایم ببریم بذاریم تو ماشین بعد بریم یکم بازار رو دور بزنیم تا یه برنامه دیگه بچینیم ماشتاش هم مثل جانیار دستتو گذاشته پشت اینا چه خوشگله نه؟ میزه خالی کنی کنی چه؟ میزه خالی میسی ببرس شاید میگم ببرسن ببرس تو اون آینه شد درود بر شما تو چه گفتی؟ من گفتم 30 دام نه دیشش بیرسیم کنم چی بود زایدی نه روش من سرامیکه میز من سرامیکه چوبیه این چه؟ فقط در داره این چه اگه مشکفت قبلمه داریم بچه ها بیان اینجا دراش اینجا بگیرین در فروشی اینجا بقید واقعا کارش داره جالبه در فروشی در داره قلمبه رو بچه ها من به شدت خیلی زیاد یعنی واقعا خیلی خیلی زیاد این سبک رو دوست دارم تو خونه کار بکنم با اینو اصلا دوست ندارم من به شدت خیلی خیلی زیاد ساده
وقتی میگن دو تا آدم متفاوت با هم ازدواج میکنن. توی این پارچه مثلا این نماز چیز بکنیم چی میگن؟ چی؟ غذا رو سرو بکنیم بعد مثلا بیاد سر سفره اما ملاقه بریزم روی درنگ مثلا پسر شاه باید تخیلات دوست دارم. چرا خوشگل این بره دلو میزنه دیگه. چرا بزنم؟ بره اینجا بچه ها ما کل بازار رو گشتیم، یه چیز خوشگل خریدم، یه قوریکتی گوگلی دیگه. مامانم از اون قوریکتی راحت شد، هر وقت میومد خونه هم میگفت این گاو و خواهرشن نیاد، اصلا خفتم میگیره، از شکل و قیافش بدم میاد دیگه. اینا خریدم دیگه همه راحت شدن از دستش. ولی اون گاو معمولی نو گاو شیر کاش به خدا نمیخوردن. تا آخر شب چرا؟ دای 20 فقط 540 تومن، پارس 95 فقط 128 تومن، MBM به اون نشون ببرم فقط آخر شب هر کدوم خواستین بهم بگین. 540 تومن، پارس 95 فقط 128 تومن، MBM X22 فقط 350 تومن دهنت و PMC رو تقدیم میکنیم کلا 420 تومن. این دای 20 داریم از اینجا 550 تومن، 206 تیپ 2 دارم اینجا خیلی زیاد ماشین داری. 325 تومن. آریزا 6 دارم تقدیم میکنم به شما، بیرنگ میزربه هستش. حداقل با احترام میگفتی. و پارس 97 250 تومن. بچه این قیمتاش مفته، هر کدوم خواستین من بگین بگم شما پول وارسی ماتون بفرستم. تازه این کارا شروع کردن حمایت کنید دیگه. دهن سرویس. کاربرداری یادم پیجه میافتن تو پارکینگ هست و ماشینا رو گذاشته. کاربرداره میتونم زیاد. همینجوری میره توی پارکینگ قیمت یه میگه. دیگه بگیرم بیام خوب نشد. داره دوباره میره بچه‌ها. میخواد استوری بذاره. دهنت سرویس واقعا. خب الان نمیتونی بریم اون بر دیگه. واسه همین کوچه رو پیشنهاد داد. بچه اومدیم لاله‌زار. مشتاق میخواد بره پارچ و لیوان ببینه. این کجا بچه؟ این چیه؟ این چیز بود دیگه، بانشستگان بود. وقتی خودش هم نمیدونه. آره بانشستگان. حالا از این کوچه باید بریم. این چیه؟ چیه؟ آره ساختمان چی؟ خانه شهر. باحال اینجوری قدیمیه، جالبه. چیه؟ اومدن که به داد دلم برس. بچه ها رفتیم کجا بود رفتیم؟ لاله‌زار رفتیم. مشتاق چیزی که میخواست و پیدا نکرد، گفتیم بریم نهار بخوریم. اسم رستورانش نمیدونم چیشی تجار بریم خیلی ولی وکیل التجار. نه وکیل تجار از اون تابلوش میدونستین که لقب برای کیه؟ وکیل التجار. این رستوران تأسیس 1308 بوده بچه‌ها. بیا برای که رفیق قدیمی منه، حاجی نایب عزیزان بزرگ بازار. الله سلام. اینجا هم از صحن و سرای این ساختار قدیمی. خیلی خوشم اومد. نه خوشت اومده؟ نه کجا این هندونه رو
بسکونیم بخوریم. فعلا مخلفاتمون رسید، ماست گورانی با سالاد شیرازی. بذار اینجا رو نقاشی کردن. چی کردن؟ نقاشی کردن. رستوران دارم. ماست گورانیش خیلی سیر داره. بچه ها غذا میدن لقمه با جوجه. چرا میخندی؟ بابا کباب میخوره. تو کباب دوست داری، من که دوست ندارم اونقدر. بدین هم گوشتاشون گوسفندی اصلا دوست مسافر ندارم. بزن میرم مثلا ترجیح میدم بیشتر دیگه بخورم. رستوران خوب مثلا میرم دیگه امتحان میشم. نوش جان. علی افندی. بچه ها ما غذامون رو خوردیم. چیه ماشا؟ خیلی خوب بود. ازش خوب بود. آره واقعا. من فقط فکر نون می‌کردم شوش یه رستوران خوب داشته باشه. این لقمه‌ش رو فقط من دوست نداشتم چون گوسفندی بود. من دوست داشتم. روجش ولی خیلی خوب بود. من دوست داشتم. نوش جانه. اصولا مجتبی خوشش نمیاد. این سری راضی بود، جای تعجب. نه خوب بود. نوش جان. بریم. مثلا فضای خوب، غذا رو خوب می‌کنه. واقعا. اینجا هم که فضاش عالیه. بچه ها ما ناهارمون رو خوردیم. مجتبی گفتش که من باید لیوانی که میخوام حتما پیدا کنیم. لیوان میگیریم برای دوباره اومدیم شوش دنبال لیوان که خدا رو شکر پیدا کردیم. چرا؟ احساس که این چیزایی نگرفتم من بگیرم. الان مثلا آره. لیوانا رو گرفتم چی اون استکانا رو دوست دارم بگیرم. استکان نشه وقت نداریم وگرنه میتونستیم بگیریم. من جای یخی میخوام مثلا رستوران شیشه‌ای بگیرم نگیرم. نه شیشه خطرناکه میشکونه. حالا همین لیوانا هم خودش خطرناکه. اینو گرفتم. اول میخواستم با این نروکی ساده بگم، مشتاق گفت دیگه خیلی ساده داری انتخاب میکنی. دهدارش رو برداشتم. بعد اینو گرفتم مثلا آجو اینا میاد خونمون با این چای. مشکل پاشا استکان پاشا بخشیه ترک حالا نشکنمش. رنگ داره مدیر رنگ داره مدیر. بازار شوش همه رو نگاه کنن. مبینا در شوش. خریدامون رو انجام دادیم دیگه، خسته شدیم، گفتیم بریم یه بستنی بخوریم بعدش حرکت کنیم سمت رشت. چه خبر زمرا؟ اینقدر تهران آلوده است واقعا حال آدم بد میشه. برج میلادم ببینید برای خودتون. بچه ها اینم بستنی حاج منصور تهران مال صدرا معروف. تفاوشه جاش ما خواهی نشه جان. ما رسیدیم رشت همونطور که گفتم. بعد بستنی دیگه حرکت کردیم سمت رشت. الان رسیدیم دیگه، اومدیم رستوران. مشتاق گفت وسیله ها رو خالی کنم، در رستوران رو قفل کنم، بعد بریم خونه. خیلی دیگه خسته شدیم واقعا.
بریم خونه استراحت کنیم تا یکم حالمون جا بیاد. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ولاگ‌های بعدی، خدا نگهدار.